خب این کتاب که به تازگی چاپ شد در انتشارات بخارا، چاپ دومی سیریلیک این کتاب و در مجموع چاپ چهارم کتاب است. با نظر داشتم که سالهای 2008 و 2012 این کتاب به خط فارسی در تهران در سازمان فرهنگی ایکا هم به چاپ رسیده بود. و اما چاپ اولی این کتاب سال 2007 به مناسبت 1150 سالگی استاد رودکی در آلماتی قزاقستان به چاپ رسیده بود که آن زمان من در آنجا زندگی و فعالیت داشتم. اصلی سبب پیدایش این کتاب این است که من وقتی که دیوان رودکی را مطالعه می‌کردم بسیار بیت‌ها به نظرم شبهه انگیز می‌آمدند، باعث شبهه و تردید می‌شدند. بعد در نتیجه جستجو، در نتیجه مطالعه مأخذها و کتاب دانشمندان ادبیات شناسی چی ایرانی چی تاجیک و چی روسی بسیار بیت‌ها را روایت بهتر و صحیح‌تر این بیت‌ها را پیدا کردم و حیفم آمد که این را دیگران علاقمندان اشعار رودکی نیز از این بی بهره باشند. به این سبب من آنها را همه را جمع آوردم در شکل کتاب و با اون شرح مفصل هم نوشتم. ببینید در ایران و در تاجیکستان تقریبا همه ساله دیوان اشعار رودکی به چاپ میرسد که از جانب محققان ورزیده هم تهیه شده است، ولی بیشتری آنها متکی به همان تحقیقات استاد سعید نفیسی هستند. استاد سعید نفیسی تا امروز بزرگترین و بهترین رودکی شناس است، ولی باید دانست که هم محاسن اشعار رودکی آنچه که گرد آمده است، هم معایب اون یعنی خوب و نقصانهای اون مربوط به همان کار انجام داده استاد سعید نفیسی است که دیگران بدون تحقیق بدون پژوهش اون را تکرار کردن، یعنی هم چیزهای خوبش را تکرار کردن و هم چیزهای بدش را، نقصانهایش را. و من تلاش کردم اون نقصانها را در این کتاب برطرف سازم.